درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم باز به درخواست شما با یه موزیک ویدیوی بسیار زیبای دیگه از خجسته میرزاعلی که من اولین باره که به این هنرمند ریاکت دارم میرم. بدون معطلی، بدون که بخوام وقتتون رو بگیرم، مرسی بابت همه انرژی مثبتی که میدید. امیدوارم همه این انرژی ها برگرده بهتون. چند تا کامنت باحالم از شما میبینیم و بعدش میریم خود موزیک ویدیوی اصلی رو ببینیم. پس برو بریم. به به، چه موزیکی. پشتش عکسایی که داشت میومدش مشاهیر بزرگ فارسی زبان بودن. ببینیم داستان موزیک چیه. از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، واو، از اوج قله‌های سرافراز، عجب. خورشید نورا در چار سوی سینه من جان میزند، جان میزند. من آریاییم، من آریاییم. آقا دمتون گرم. فکر کنم اسم آهنگ من آریایی هستم. واو، مرسی مرسی. عجب آهنگی. در ضمنم بهتون بگم این آهنگ کپی رایت داشتش، من تستش کردم، ولی دیگه عاشقتونم دیگه، چیکار کنم به خاطر شما آقا، فدای سرتون. کپی همین چی هم که پول نمیشه که کپی رایت داشتش، اشکال نداره، ولی خیلی خوبه، خیلی خوب. چه صدای زیبایی. بریم ادامه. خاکی وجودی من، اما بوی از غبار تمامی قرن هاست به 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 به. که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. برخی نگاه من آینه مهران، از چشمه های صاف و صفا بخش کنده. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگی، عشق و زندگی، عشق و زندگی. من دشمنم با هرچی غلامی و بندگی، من آریاییم. آقا ببخشید من مجبور شدم اینجا رو استاپ کنم.
انقدر زیبا این آهنگ، انقدر مثلا محو آهنگ شدم یادم رفتش که بخوام اصلا ریاکت برم، انقدر قشنگ. اینجا رو الان عذرخواهی میکنم واقعا که من استوب کردم. خب ریاکت اینه که بعد استوب کنی راجع به موزیک ویدیو صحبت کنی نه، ولی انقدر قشنگ این آهنگ آخه، انقدر زیبا هستش، باید آدم عذرخواهی کنه وقتی زمانی که میخواد اینجا رو استوب کنه و راجعش صحبت کنه. چه صدای قشنگی، تا حالا چرا معرفی به من نکردید ایشونو؟ خیلی خوبه صداش، باریکلا. موزیکی که داره میزنن عالیه، متنی که داره میخونه خدا شاهد موهای دست من عالی آریایی. وای پسر ترکوندین منو، خیلی خوبه. باز هم عذرخواهی میکنم هم از شما دوستان هم از هنرمند بابت اینکه مجبور شدم اینجا رو استوب کنم، چون واقعا این موزیک باید تا آخر بدون استوب بره. باریکلا خیلی خوبه، کیف کردم. چه موزیک زیبایی میزنه، نقشه پشت سرش هم ببینید خیلی باحاله. اون بالا که میشه دریای خزر، اون ورم که میشه تاجیکستان، این ورم میشه ایران، این ورم میشه کشور عزیز افغانستان. 3 کشور پارسی زبان، آریایی های اصیل که اولین قوم های این کره خاکی بودن که تمدن، معرفت، دوستی رو زمان هخامنشیان کوروش بزرگ آوردش، که کتیبه کوروش بزرگ همین الانش هم توی سازمان ملل هستش و بر حسب این کتیبه قوانین داره نوشته میشه. کتیبه بزرگی از حقوق بشر. بریم ادامه. خاکی وجودی من، انبوهی از غبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفتن. برقی نگاه من آینه مهران از چشمه های صاف و صفا بخش خواندن. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگی، عشق و زندگی، عشق و زندگی. من دشمنم با هرچی غلامی و بندگی، من آریاییم. یعنی به قدری این موزیک ویدیو زیبا بود که من کلا 2 دفعه وسطش استوب کردم یا 3 دفعه. خودم محوش، یعنی اشتباه کردم، باید اول موزیک رو گوش میدادم. این شور هیجانه نبودش که میتونستم واقعا ریاکت برم. امیدوارم که از این ریاکتی که رفته باشیم خوشتون اومده باشه. انقدر موزیک زیبا بودش خدایش دلم نمیومد استوپش کنم، خیلی قشنگ بود. درود به شرف تمام فارسی زبانان. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من بودید. مرسی بابت حمایتایی که دارین میکنید. امیدوارم که همه این انرژی مثبت برگرده به خودتون. لایک و کامنت و سابسکرایب باعث میشه که خانواده ما بزرگتر بشه و بتونیم بیشتر این فرهنگ زیبای آریایی فارسی زبانان رو در این جهان هستی توسعه بدیم. دمتون گرم. مواظب خودتون باشید. سرحال سلامت در کنار خانواده‌هاتون، خوشحال و جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی، بدرود.